اگر من با دشنام دادن به پشتون یک تاجیک واقعی باشم، من از تاجیک واقعی بودن تیر، و اگر با دشنام دادن به تاجیک یک افغانی واقعی باشم، من از او افغانیت هم تیر. بیاتن که برادران پشتون ما در این چند روز دیدیم یک تعداد زیادی برادران پشتون با آقای صالح خیلی یک دیدگاه عالی دارن. ملا صاحب، اون شکم سفید زنت با دستهای پشمین پرپشم دکتر صاحب مرد لمس خواهد شد. اون شکم وحشتناک زنت با دستهای پرپشم دکتر مرد لمس خواهد شد. ای بی غیرت. ولایت اونو بچه که دم غم پشتون حکومت هم میگه انستیتوت قابلگی دخترانش بسته است، و در اینی ولایتی که میگه ما از خراسان هستیم دهی هم بسته است. پنجره مرا بریدن، بازم یک صدا میزنم. دوستای عزیز، اینی لایو ما یک افغانستان کوچک است. چرا؟ هر افغان این سرزمین میتونن صدای خود بلند بکنه. هیچ مودراتوری در اینجا وجود نداره. هیچ صدای گلویش بریده نمیشه. تمام اقوام اینجا یکسان دیده میشه. جوان مبارز پشتون هم سرمایه بزرگ من است. جوان مبارز ارجمند تاجک هم سرمایه بلند ما هست. و امی جمله را من میگم، باز میم سر دیگه. اون ریش سرخ و اون مولوی شیرخان، اونو مولوی که شعر که برش روان میکنه، اونو مولوی صاحبی که در منبر نشسته و گیم هم میزنه، به او کاکاریش سرخ بنیاد خیریه دار، من میره برات میگم کاکاریش سرخ و مولوی صاحب فلانه، شما تا به هنوز واکنش های بچه های پشتون دیدین که در قبال حمایه از آقای اسیب زواک صحبت میکردن. حالا شما واکنش بچه های تاجیک مثل نستور هم میبینین که در حمایت با او صدا بلند میکنن. چرا؟ اون صدای حقیقی امروز افغانستان است. کدام صداست؟ صدایی است که برای من مکتب میخواید، صدایی است که بستن مکتب فریاد میزنه، نه در لایو 200 و 300، در لایوهای 10,000 و 20,000 و پربیننده ترین آدم اینجا است. این ملت گوسفند نیست مولوی صاحب، این ملت گوسفند نیست جناب مولوی صاحب. دیگه این ملت خسته شده از اون ابیات عربی خوانی تو. ملت پشت صداهای بچه های سربلند میگرده که برای آزادی وطن و آزادی افغانستان صدا بلند میکنن. اینم از این. موضوع بعدی دوستای عزیز، ببینین دین یک بار دیگر دروازه های همه روشنی بروی دختران و زنان ما را بست. دین بسته کده لالا. دین میگه امیر المومنین گفته که تا امر ثانی نظر به اینی اصول دینی بستش کردیم. دین برادر، دین فلانی، دین بسمدانی، دین اینا. مولوی صاحب آمازون فروش، مولوی صاحب ارجمند گرامی بزرگوار شیر میتل بیستگی، حالا امروز چرا یک برنامه نگرفتین از رهگذر دین صحبت نکردین که دین چی گفته؟ امروز دروازه مکتب دختر بدبخت وطن آخرین دریچه ها دختران قابلگی بودن که دروازه هایشون بسته کرد، دین بسته کرد. ببینین ما حق داریم او ملت، ما حق داریم منیس یک جریان تفکر سکولار دارانه، تفکر دموکراسی، تفکر همه چیز. دختران طالبان در قطر، اون دفترداران طالبانی که در قطر مجوز خود گرفتن از پانتون ها فارغ شدن، اون دختران از قطر که گرفتن مجوزهای خود فارغ شدن، اونها دخترانشان فارغ شوه مشکل نیست، اونها مکتب و پانتون برن مشکل نیست، اونها در کنار بچه های عربی بشینن درس بخوانن مشکل نیست، آنان پتلون جیم و پتلون کوبای و پتلون اکس وای بپوشن گپی نیست.
آنان به صفت دختران رهبران طالبانی در درون موترهای لنکروزری به پوانتون ها بروند درس بخوانند مشکل نیست، اما اینی دختری که تمام اجابی که تو برش گفتی را پوشیده بروی ازی باید بسته باشه. 30 ولایت 34 ولایت دی امروز دخترانش فریاد کشید. ما به صفت یک مرد افغانستان امروز به مراتب خود یک انسان کوچک ضعیف النفس بی همه چیز احساس کردم. من امروز احساس کردم که اصلا مردانگی در ما دیگر نیست، در گلوی ما صدا نیست، در انجره ما جریان وجود نداره. در همه چیز ما دوستای عزیز یک موضوع رو من همیجا یادآور میشم. امی پیام دوستای عزیز، این امی پیام مرا به اسیب خان زواک یکی از دوستا برسانن. اکاونتی را که حال نو جور کردیم 3 شبانه روز 2 شبانه روز نشرات داده، 1 شبانه روز دیگه که نشرات بتیم 1 شبانه روز دیگه باز میشه که دوستا رو میتونیم دعوت بکنیم. فردا شب انشاءالله الرحمن که زندگی بود و زنده بودیم، فردا شب سربلندانه آقای اسیب زواک در همین برنامه افتخار میزبانیش خود داشتیم و این را صحبت خود کردیم که برادر گل این جریانکای خرافی صدای مدرن مبارزاتی را که در برابرش استاد شوه، ما در برابر آنها می ایستیم. هر نوع صدای خرافی که در افغانستان امروز، هر نوع صدای خرافی که جهت جریان صدای مبارزاتی حقیقی را بگیره، ما در برابرش ایستاد هستیم. این امین بستن دروازه ها. من دوستای عزیز این پیام می کشم که به آقای اسیب خان زواک برسه و این برنامه را ما برگزار می کنیم و دوستان و عزیزان و ارجمندانی که موافق به دیدگاه و نظر و بینشش هستنم دعوت میکنیم و ایره میگیم که عزیزم، با نقاب دین دیگر مبارزین زده نمیتونین، با چهره دین دیگر انسانهای راست قامت زده نمیتونین، با نقابهای وحشتناک آینی و دینی دیگر ما را فریب داده نمیتونین. شما 40 سال است که من زندگی میکنم ما را فریب دادین. شما 40 سال به نام دین فریب من دادین. شما 40 سال دینتان انسان کشته. شما به دستمان تفنگ دادین، گفتین بکشین غازی میشین، در حالی که آنهایی را که کشتین برادرانمان بود. شما ما را گفتین کشته شوین فلانی میشین. بچه های خودتان نمردن، بچه های خودتان درس خواندن، بچه های خودتان در امکانات رسیدن، بچه های خودتان هر کاری را کردن به نام دین و ما کشته شدیم و در قبرستان های وافر و بزرگ قبرها و بیرقهای ما مانده شده در اونجا. مولوی صاحب، در این همه تو مولوی کثیف، تو عالم، تو تنها آمده ای در سر قبر من نماز جنازه مرا در روح خودت نقاب خر کشیده آمدی، نماز جنازه مرا خوانده ای، یا نکای مرا بسته ای، یا دگوش من آزان داده ای. لعنت بر تو بیناموس که جز این 3 کار دیگه هیچ کاری نکردی. جنازه من خواندی، دگوش ما آزان دادی و نکای مرا بسته کردی، در حالی که ملت غیور، در حالی که من مسلمان میتونم راحت نکای خود بخوانم. در خانه من کودکم تولد شد، در گوشش خودم آزان دادم، در گوش دختر خودم آزان دادم. او برادر، آیا او دیگه صبح در دوزخ میره؟ من خودم آزان دادم، تنها تو در گوشم آزان میتی. تنها ما نمی بودیم که نکایتانو بس خودم ها بسته میکنیم. خدا و پیامبر گفته، خدا و پیامبر فرموده وقت زن و مرد با هم مشکل ندارن ازدواج کنن. خدا و پیامبر گفته که وقتی که زن و مرد با هم مشکل ازدواج کو، چوب در چوب جور بیا، حاجت نجار نیست. یک مسئله. دومین موضوعی را که من میخوایم اینجا یادآور شم به دوستای عزیز وطن و برجمندان و گرامیان بزرگوار وطن. دوستای عزیز، امروز دریچه های آخر امیدواری بسته شد. مولوی صاحب خوب گوش کو، عالم دین صاحب، ملا صاحب، بعد از این دخترها آمارهای تدریسی نشان میده
تا 13 سال دیگر ما در کادر طبی زن نمی داشته باشیم. تا 13 سال دیگر، همین امروز که مکتبا رو سر دخترها باز بکنی، تا 13 سال دیگر ما نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما 4 سال اون بدبخت های صنف 6 ها را به عقب انداختیم. او 4 سال باید میخواند که امروز صنف 10 می بود. پس که مکتب سر شروع کنی باید 4 سال دیگه بخونه صنف 10 شود. بعد از او باید 2 سال دیگه را بخونه که 12 شود. بعد از او باید امتحان بده و بیای این سالها را بخونه که قابل شود. یعنی ما سال به سال دیگر کادر زن نمی داشته باشیم. مولوی صاحب، یکی از شما را من گپایتان شنیدم، او ملا در سر منبر میگه هیچ مشکل نیست که زنش دکتر مرد میبینه. میگه مشکل ایست که شما خواهران و دختران تانه در مکتب نمانین، شما نمانین که اینا به مکتب و چی برون. او گپ او را من شنیدم، یکی از در روی منابع را میگه پارا میزنه. حالا من گپ بزنم. ملا صاحب، تمام زنان ولادت داده نمیتونن. تمام زن ولادت داده نمیتونه. گوش کن ملا صاحب، از نگاه علمی این که در درون شکم زن تو آدم است یا حیوان، این که در درون شکم زن تو دختر است یا پسر، این که در درون شکم زن تو این چیزی که به وجود آمده انسان است یا چیز دیگر، تمام از اینها رابطه میگیرن به علم و اونم علم طبابت. چی نوع علم طبابتی؟ که باید سینه شکم زن برهنه شود و او آله معاینه تلویزیونی بالای شکم زن مانده شود و مالش داده شده بره. ملا صاحب، اون شکم سفید زنت با دستهای پشمین پرپشم دکتر صاحب مرد لمس خواهد شد. اون شکم وحشتناک زنت با دستهای پرپشم دکتر مرد لمس خواهد شد. ای بی غیرت، ای بی ناموس. من نه با این گروه خبر دارم، نه با اون گروه گپ میزنم، نه با این. من کل حرفم سر اینهایست. تیکداران دین فلانه و دین اینتو و دین اینتو و دین اینتو. خب گوش کنین دوستا، دین این دین آن. من 42 ساله هستم، 42 ساله. تمام تاوتریخوالی را در افغانستان دین برپا کرد. تمام نابهنجاری ها را در افغانستان دین برپا کرد. تمام انسان ها را در افغانستان دین کشت. هیچ پشتون تاجیک نکشته، هیچ تاجیک پشتون نکشته. این دین بود که پشتون تاجیک کشت، تاجیک پشتون کشت. این دین بود. در درون قشله های عسکری، در درون قول اردوی 200 چند شاهین در مزار شریف، در زمان ادای نماز جمعه داخل میشه، نفر خود میپرونه، نفر خود انفلاق میده، نفر خود باد میکنه، با خود به 10 ها و 100 ها جوان دیگر باد میکنه. این جوان در جماعت بود. پشتون خیست تاجیک کشت، تاجیک خیست پشتون کشت و اینموت یک سرزمین داشتیم. هیچ کدامی از اینها مقصر نیستن. مقصر اصلی دین و تکداران دین هست. مال 42 ساله شدیم ملا صاحب. حالا من در کلیم سوال میگرده، پاسخ باید بتی. بگی کفر مرا ثابت کو، بیخی کافر مرا اعلان کو، هیچ مشکل نیست. بس 100 ها دانه برنامه وجود داره که عکسای من بالاست و زن و فرزند گفته دو میزنن که کافر شده. بان این برنامه ادامه پیدا بکنه. من ببین ملا صاحب، یک جمله برات میگم ملا صاحب، خوب گپم گوش کو. گپم در گوشت میره ملا صاحب، گپم در گوشت میره. او ملای بیناموس میره در گوشت گپم. میفهمی در مکاتب کفری، در مکاتب کشورهای نامسلمان برای تمام کودکان فشار میارند و میگویند علم بر زن و مرد فرض است. علم و فرا گرفتن علم بر زن و مرد فرض است. در کشورهایی که مسلمان نیستن این جمله را میگن. تو بیناموس خو میگی در درون خود دین مبین ما این گناه آمده.
ما گپ من با این جریان ها نیست، گپ من با این حکومت ها نیست، گپ من با تیکداران دین است. تنها تیکدار دین، هر نوع تیکدار دینی که وجود داره و میخواه بیای با ما بحث بکنه، بیا بشین که بحث بکنیم. از تو فریتنکر پرسان میکنه عقل چیست؟ میگه دستبند پای شتر. بنان دوستای عزیز، دوستای ارجمند، دوستای گرامی، صداهای آزادی خواهانه ضد خرافات، من از پیشتان یک خواهش میکنم. اینجا که من می رقمی که میگم لایو من لایو افغانستان کوچک است که تمام اقوام مساویانه اینجا کامنت میگذارن، صحبت میکنن و هیچ کسی نیست که گلویشان ببره، صدایشان ببره. هیچ مودراتوری وجود نداره. حرفایشان بسیار آزادانه میگن، اظهار عقیدهشان. متاسف هستم که نمیتونم امشب باز بکنم که دوستا نظریاتشان بیان بکنن. ما باید گام به گام پیش بریم. صداهای آزادی خواهانه ضد جریان خرافات حمایه بکنیم دوستا. هیچ صدایی که برای این دوستا، ما اپنوتیزم شدیم توسط ملاها، ما در اپنوتیزم ملاها قرار گرفتیم. ما نسل اپنوتیزم شده رادیکالیزم هستیم. ما را رادیکالیزم اپنوتیزم کرده. ما توسط رادیکالیزم اپنوتیزم شدیم. پر و بالمان می سوزه. دو سوره که خوان خلاص هستیم. دو سوره که خوان خلاص هستیم. اپنوتیزم شدگان هیچ. مولا در سر منبر بالاشته میگه تو شوله روان میکنی، شوا من شوله میخورم، دعای من قوی نیست. اگر گوشت روان کنی دعای من قوی میشه. بنان دوستای ارجمند و گرامی و بزرگوار و عزیز، ما باید با یک بینش بزرگ برا بیفتیم. ما نیاز به یک بینش بزرگ داریم. ما بدون مسائل این او برادر، این گپ تاجیک و پشتون فلان و بسمدان بسیار پیش با افتاده است. ما با یک فاشیزم دینی روبرو هستیم. ما با یک فاشیزم شدید دینی روبرو هستیم که این فاشیزم شدید دینی در بین من و تو اکس وای زد راهها، کوچه ها، فضاها جور کرده که با هم در کله هم زده روان هستیم. ما هیچ وقت قدرت این را نیافتیم که بیاییم بر اون آدما بگوییم که بزرگوار من خو گزارش کاریمه بر دادم، در این 4 سال تو گفتی کشته شدیم، تو گفتی مردیم، تو گفتی در خاک رفتیم، تو گزارش کاری تبت ملا صاحب که چی کردی در این 41 سال 42 سال؟ ما مجبور هستیم حرکت بکنیم به سمت یک مسئله. مجبور هستیم حرکت کنیم به سمت یک مسئله. ما جنبش خواهیم بود و جریان خواهیم بود، جریانی که برای گرفتن گزارش کاری عالمان دین میخواهیم به پا برخیزیم و بخواهیم گزارش کاری خود برای ما بده. جنبش ضد رادیکالیزم که ما دیگر میخوایم از این خواب مغناطیسی که مرا به نام دین دادن بیدار شوم. بیدار شدن از خواب مغناطیسی دینی که برات داده این اصلی ترین حرف است، قدرتمندانه ترین حرف است. من در حال بیدار شدن از این خواب مغناطیسی هستم. تو هم باید از این خواب مغناطیسی بیدار شوی. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. انشاءالله و رحمان شبهای آینده گزینه های میمانان من باز خواهد شد و برنامه های بسیار قدرتمند خواهیم داشت. برنامه هایی که بر حقوق زنان، بر فریاد زنان، بر آزادی، بر دموکراسی، آزادی دینی، آزادی مذهبی، آزادی اندیشه، آزادی فکری، آزادی جنسی. هر نوع انسان میخواد زندگی بکنه. هیچ نیازی نیست که ما در داخل بدخشان رفتیم نفر رفته از همین گروه امروزین در داخل بدخشان چندین نفر بیادر گل سربنیز کرده که تو اسماعیلی هستی، یا سنی شو یا میکشیمت. چرا برادر؟ من اسماعیلی هستم، چرا مرا سنی میسازی؟ بنابراین این حرفای ماست. انشالله ادامه میتیم بر روشنگری به ضد رادیکالیزم دینی به زور پروردگار.
ما در افغانستان یک جای به نام ملالای زیجنتون داریم یا اموزایشگاه کابل. در او جا دیگر نسل زن آرام آرام کم شده میره. باز زنای ملاسایبا را تنبانایشون پیش همو مردا و لچ میکنن، میزایم، مشکل نیست. علمای دین و سیاسرای علمای دین در پیش مردها بخیر میزاین. ببینیم که علمای دین در این زمینه چی میکنن. ولی خوب استم دوست عزیز. من دوستای عزیز نمیتونیم که انستیتوت بود، بله انستیتوت ها بودن، بله نشته کدم ملاها زن ندارن بچه بیریش دارن. نه، زن هم دارن بچه بیریش هم دارن. عمدتا اینا از بچه بیریش استفاده میکنن، باز بچه بیریش هایشون از زنایشون. در بعض جایا خبات سیستم وجود دارن دیگه. او طرفش نمیفهمیم به زور پروردگار که چی رقم است، چی خواد شوه، وضعیت چی رقم خواد بود. دوستای عزیز، من مدراتور دیگه قرار نیست که اصلا من هر قدر برنامه داشته باشم، هر قدر اکاونت داشته باشم، هیچ مدراتوری نیست. اما از شما خواهش میکنیم که دشنام آمیزانه کامنت نتین. آشم عزیز، آشم جان، لطفا لارا جان توهین آمیز چی نکو، باز میوتت میکنم. توهین نکو دیگه عزیزم. من باز مجبور هستم که میوتت کنم لالا، به خاطر ازی که امیدوار هستم که دوستای عزیز عقده هایشان اینجا نریزانن. هر نوع عقده، من قد کسی نه درگیر هستم در تیک تاک، نه قد کسی دشمن هستم، نه قد کسی دوست. اینم تو تک و تنها خودم هستم و کوششم نمی کنم با کسی دشمنی کنم. آشنایان دوستان وجود داره بر سطح آشنایان دوستان تیک تاکی، اما ای که فکر کنی که برادر جان به جان یک آدم باشم در تیک تاک تو نیست، دشمنی که پشت خونی کس داشتم باشم در تیک تاک تو هم نیست، یک آدم نرمال دیگه. اون دوستای عزیز، من میخوایم یک مثال براتون بتم، یک مثال بسیار عمده که یک دانه لایف در بسته تیک تاک است که مدراتور نداره. یک دانه لایف در بسته تیک تاک است که مدراتور نداره، یعنی همه کامنت ها آزاد است. این حال او طرف به خودتان برمیگرده دیگه. در کامنت ها چقدر ادب و تربیتان خودتان مد نظر میگیرین. انشالله امشب ساعت 12 بجه فکر کنم که باید باز شومی، چون 2 روز گفته، 3 روز گفته، 2 روز تیر شده، 3 روز شب ببینیم چی رقم میشه. در مورد امرالله صالح گفتن چی میگی؟ ببینین دوستا، یک چیز ملی بودن بسیار زیاد خوشایند است برای هر کسی که من میخوایم اینجا صحبت بکنم. ببینین دوستای گرامی و ارجمند، ما بسیار شدیدن و با شدید اللحنی آمدیم در قبال تبار خودم صحبت کردیم. فرض مثال گفتیم اینی آدم برای ما یک افتخار است، اینی آدم اینی رقم است. کسایی را ما یاد کردیم در لایوهای خودم که شنیدنش برای دیگران قابل پذیرش نیست، اما تبار خود گپای بسیار زیادی زدیم که سرم فدای تبارم یا فلانه یا بسمدانه، اما هیچ وقتی در جایگاه تبار خود قرار گرفته بر تبار دیگری نتاختیم. من یک چیز برای سیاسیون افغانستان میگم. جناب صالح را ببینین، بسیار یک جایگاه وافری در بین برادرای پشتون ما و شما داره. به خاطر ملی بودنش، بنان ملی بودن هیچ ستمی برای آدم روا نمیداره. اگر من با دشنام دادن به پشتون یک تاجیک واقعی باشم، من از تاجیک واقعی بودن تیر، و اگر با دشنام دادن به تاجیک یک افغانی واقعی باشم، من از او افغانیت هم تیر. مهمترین شمیست دوستای عزیز که بر کس نتازیم، حرف وحشتناکی نزنیم. آقای صالح اینی فضا را داره، مردم زیاد دوستش دارن و من در قبالشون حرفی برای گفتن ندارم دیگه. انتقادهای زیادی موجود داره، یک تعداد از بچه های وطن و وطندارا. این حال فرض مثال یک گپ است،
او روزای میگفتن یک بچه برای من تماس گرفته بود از این وطندارای تاجیک خودمون، میگفت سل کن از تو پشتونا حتی به یک دیوانه خود کتاب نشته کردن، با هاشم لوگری یک کتاب چاپ شده. گفت پشتونا حتی با هاشم لوگری کتاب چاپ کردن، یعنی قینا در قوم خود اندیشه و فکر و چی دارن. من گفتم نوش جانشان، اونا که در مورد آقای هاشم لوگری یک کتاب چاپ کردن، حداقل شما هم بگیرین در قبال یک نفر دیگه یک چیزی، شما در مورد یک هوشیارتان یک کتاب چاپ کنین. این حالی وقتی که من یک چیزی را براتون بسیار امیجا چی بگویم حقیقی، یک چیزی که من بررسی کردم، هیچ پشتونی تو لایوی بسیار شدیدی نگرفته بود که سالی را توهین و تحقیر بکنه، بسیار شدید. اما بیشترین لایوهایی که گرفته شده بود از طرف برادرای تاجیک من بود که سالی را توهین و تحقیر میکردن. تو نفر قوم خودتا که ارج نگذاری، قوم دیگری بر شرج نمیگذاره، قوم دیگری بر شرج نمیگذاره. ما با ارج گذاری به قوم خودمان او آدم معتبرتر میسازیم در برابر اقوام دیگر. وقتی اگر امر راسالی هر مشکلی داره برای ما قابل پذیرش نیست، درست است، برای ما قابل پذیرش نیست. در درون خانیم، ما در خانه خود که هستیم، یعنی به این معنا که در درون قوم که هستیم، در درون خانه خود هستیم. در این خانه شما بچه کاکا دارین، بچه عمه دارین، بچه خاله دارین، فلانی دارین. وقتی که اگر در درون قومت هستی، تو در درون قوم تاجیک هستی، در درون خانه هستی. هر مشکلی که آقای صالح داره، آقای اکس وای زید داره، درست است، ای درست است. اما وقتی از خانهت میبرایی ای موضوعات جار میزنی، ای به این مناسته که وقتی تو یکی از اعضای خانواده تا توهین میکنی، اونو همسایه باز برش احترام نمیکنه. وقتی اعضای خانواده تا توهین کنی، همسایه برش احترام نمیکنه. میگه ای اگه بسیار آدم زدنی باشه، اعضای خانه خودش برش احترام میداشته باشه. این حال وقتی اگر صالح را ما بپذیریم، ما اگر از رهگذر برادرای تاجیک برای شرفای خوب زده شود، طبیعتا که برادران پشتون، ما در این چند روز دیدیم یک تعداد زیادی برادران پشتون با آقای صالح خیلی یک دیدگاه عالی دارن. این حال وقتی مرا میبینه که برنامه گرفتیم آقای صالح را توهین میکنم، خوب برادر پشتون میگه اون تاجیکای خودشون توهینش میکنن دیگه، من چرا نکنم؟ یعنی به این خاطر دوستای عزیز، قوم به این معناست که شما بزرگ قومتان، یک ناماشنای قومتان، یک سیاستمدار قومتان، با وجود مشکلات زیادی را که مرتکب شده، اگر شما ارجیت برش قائل شوین، اونا هم اقوام دیگه هم برش ارجیت قائل میشه. شما زمانی که به یکی از اعضای قومتان ارجیت قائل نمیشین، اونا هم قائل نمیشن. یک تعداد توهین و تحقیر به خاطر از اینکه. و یک گپ دیگر هم من برای دوستای عزیز تاجیک من میگم، تاجیک های عزیز، من تقریبا یک ماهواره یا یک نیم ماهواره هست من به شیوه تحقیقی مبارزه تاجیک ها را میبینم. تنها یک گپ هست، من افغان نیستم. بسیار کوچک نیست به نظرتان کل مبارزه سر یمی میور؟ من افغان نیستم، یکم فراتر، قویتر، بالاتر، یگان چیزایی سهمگینتر. من افغان نیستم، خلاص. این حال من به یه عقیده هستم که شما هول و هوش که میگن، امو ساحه تفکر دید شما چقدر است. من در یک مشکل مواجه هستم در درسای پرکتیک رانندگی. استاد من میگه تو تنها به شیشه موتر میبینی، اما این بسیار کوچک است برای درایوری، تو باید بسیار واید ببینی. یعنی هر قدر که تو پهناور ببینی، میدانی که یعنی 100 متر بعد یک علامه ترافیکی میای چی گفته.
200 متر بعدم یک سرک میاد چی کنم، 1.5 متر بعد من اینت یک گپ میشه چی تصمیم بگیرم. اینا همه از یک پهنای دید به وجود میاین. تو تنها دم روی تسهیل داری، هر حادثه که به وجود بیاد تو وقتی تصمیم گیری نداری. اینا ما میگم دوستای عزیز، پهنای دید باید یک اندازه وسیع‌تر، پهنای دید باید یک اندازه قوی‌تر به وجود بیاد. با پهنای دید است که ما و شما به یک جای میرسیم. کل مبارزاتی که میای سرجم میکنی مینمی که من افغان نیستم. بله آقای CODM دریوری افغانی، بله اونم دم روی اینی آدم سال که این فرض مثال ما چرا واز ماندیم میگه پودری، اینال یک دفعه گفت، 2 دفعه گفت، 3 دفعه گفت، اینال مجبور هستم که باز یک دفعه که گفتی من فهمیدم، یک دفعه که گفتی من فهمیدم، ملت میفهمن. بله من پودری بسیار شدیدتر از پودری خو خوب است، کاش که من پودری میبودم. پودری اگه میبودم مال دندانایم نمیریخت، پودری اگه میبودم مال گوشم کر نمیشد. من شیشه‌ای بودم بچیم، مادر پودر، و ایر من کتاب نشته کردم که بله من پودری بودم، بله من معتاد بودم. ایر ملت میفهمه. ای که تو یک بار نشته میکنی، 2 بار نشته میکنی، 3 بار، 4 بار، 5 بار دیگه او خسته کن میشه. به مو خاطر میوتت کردم عزیز من، به مو خاطر میوتت کردم. دیگه یکی مسئله است. من به چه عقیده هستم دوستا؟ ما سردوچاری یک فضای وحشتناک فاشیسم دینی استیم، یک فضای وحشتناک فاشیسم دینی. در این فاشیسم دینی اونا به تبارهای شما نمی بینن. یعنی در 34 ولایت افغانستان انستیتوت های قابلگی برای زنان وجود داشت، در 34 ولایت افغانستان. حالا من نمیگم کدام قوم ما بسیار قوم پرنفوذ است، پشتون ما پرنفوذ است، یا تاجک ما پرنفوذ است، هزاره ما پرنفوذ است، یا ازبک ما پرنفوذ است. اما ایره میگم هر قومی که پرنفوذتر ضربه مولکتر، هر قومی کم نفوذتر ضربه ضعیفتر. هر قومی که نفوذش بیشتر است دختر و بچهش زیاد است. نفوذ زیاد یعنی نر و ماده زیاد داری. از هر قومی شما ببینین 34 ولایت، در تمام 34 ولایت انستیتوت ها متوقف میشن. در ولایت اونو بچه که دم غم پشتون حکومت هم میگه انستیتوت قابلگی دخترانش بسته است، و در اینی ولایتی که میگه ما از خراسان هستیم دهی هم بسته است. اینا شما ببینین اگر در اینجا یک تعصب تباری قرار می داشت، خب می اومد انستیتوت های دخترانه را در اینی ولایات دیگر بسته میکرد، در ولایات خود میماند. اینجا برش هیچ قوم مطرح نیست، اینجا برش زبان مطرح نیست عزیز من، برش نشنالیتی مطرح نیست. آیا احساس نمیکرد که به هزارها دختر پشتون هم از بهره سواد به دور میمانن؟ به هزارها دختر قابل پشتون هم فارغ نمیشن؟ میفهمید بستیش کرد. بنان ما درگیر قوم نیستیم، ما درگیر تفکر قومی نیستیم، ما درگیر تفکر فاشیسم دینی استیم. فاشیسم دینی هیچ چیزی را نمیشناسه. اما اینو فرضاً شما به مثابه یک سردمدار یک حکومت، شما ببین بر مایه های بعضی چیزا اینا رو ببینین. در ایران چه رقم یک موضوع است. در ایران میگه اینی آدمی که به رهبری ششته اینی ولی فقیه است. یعنی ولی فقیه یک آدمی لقب نیمه پیامبری از نگاه دینی برش داده میشه.
که نماینده خاص خدا بر روی زمین و جغرافیای ایران، اونم آدم همیست، ولایت فقیه، نماینده خاص خدا در روی کره زمین خدا در جغرافی ایران یا جغرافی کشور دیگر. بعد این آدم میآید چی میگه؟ بعد این آدم میآید میگه که اینی موضوع از رهگذر دین شما نمیتونین انجام بدین. دختر ایرانی چی میگه؟ میگه من میخوایم که استایل خدا بذارم اون رقم زندگی کنم. میگه نمیمونم، بندیش میکنم، میبرش. حتی کلینیک ترک کسانی که اجابه ترک میکنن برشان کلینیک. لالا جان من خود دیگه کسی را بالا ارده نمیتونم، قربانی سرت شم، خیلی خودت من چی کنم، بیغم کنم که راحت شوی دیگه بروی عزیز من خود کسی را شاید تا ساعت 12 بجه بالا ارده نتونم دیگه. گپای من که سرت خسته کن است دیگه، میتونی که بروی عزیز من. با اون خاطر بیغمت کردم که یک ناق من یک تکلیف روانی شدیم برات، بسیار ببخشید، یک تکلیف روانی ناق همین جا مستی گفتم میری که تمام کو و من کسی رم بالا ارده نمیتونم. با اون خاطر میوتت کردم برو یک جای دیگه که ریلکس باشی. فهمیدین دوستای عزیز؟ در افغانستان همه موضوعات میگه دین گفته. اینی مسئله که شده میگه دین از رهگذر دین بسته میشه و حکومت‌های استبدادی متکی بر دین همه عملکردهایشون دین براحت میده، همه عملکرد دین براحت میده. حکومت‌ها که بر مبنای استبداد و پیش میرن اینا متکی هستند بر چی؟ بر یک اتکای قوی. این اتکا باید چی باشه؟ این اتکا باید پیشینه تقدسی داشته باشه، یا در عین تقدس باشه، یا از پیشینه تقدس سرچشمه گرفته باشه، یا در راه تقدس به پیش بره. پیشینه تقدس داشتن یعنی چی؟ یعنی یک دینی که 400 سال پیش وقتی حرف میزنیم میگه 400 سال است که ما در این دین هستیم. هیچ اینجا یک بحث نمیشه که 400 سال پیش من خودم رفتم در پیش اون عرب مردی که آمده بود با اسب‌های خونین که تا سینه های اسب ها را خون گرفته بود و از پرخانه های اسب ها که نفس میکشیدن خون زبانه میکشید و شمشیر زده تا به آسمایی آمدن. آیا ما رفته بودیم پیش اون مرد عرب که بگوییم بزرگوار ما در آیین تو میاییم، یا او به جبر ما را در این آیین آورد؟ این هیچ در موردش فکر نمی کنیم. افتخار ما این است که 1400 سال در این آیین هستیم. این چیست؟ پیشینه تقدسگرایی چی معنا؟ مقدس شمردن، مقدسگرایی. و بعدش چی؟ در عین تقدس بودن، یعنی اینمی لحظه از یک مقدسیت بسیار قدرتمندی برخوردار بودن و آینده‌ای که به طرف مقدس بودن روان هست. شما جامعه ها را از نگاه تفکر جامعه شناسی هر قدر شما به طرف تردیشنالیزمی پیش میرین و هر قدر به سطح لایه های کشورهای سنتگرا پیش میرین و به همین سمت میایین به طرف کشورهای لایه های مدرن شده، شما در اینجا یک رقیقیت و غلظت تقدسگرایی را حس میکنین. به طور مثال شما براتون بگویم در کشورهای اروپایی اینجا تقدس رقیق است، بسیار رقیق است. شرم است یک نفر پرسان کنی دین چیست. یک نفر در آیین مسیحیت است و اون نفر دیگه هم در آیین مسیحیت است. این آدم او آدم نمیپرسه که کلیسا رفتی نرفتی، هیچ ربطی به این نمیگیره که بپرسیش. من به خود حق نمیتم و ندارم و اجتماعاً این حق نیست که من یک نفر پرسان کنم دین شما چیست. یک چیز بسیار شخصی است. یعنی به این معنا که اینجا رقیق شده مقدس گرایی. یک نفر میگه که من به تقدس عیسی مسیح باورمندم، اما نفر روبروش میگه که بله من به عقیده تان احترام میگذارم اما من به این عقیده هستم.
یک نفر میگه من به تقدس حضرت محمد باورمندم. اون نفر میگه بله شما درست میگین، من احترام دارم به این فکرتون، اما من به این عقیده هستم. وقتی این آدم میگه من به این عقیده هستم، آدمی اون مذهبی برچه از نیام نمیکشه که پاره پارش کنه، بکس پنجه از بغل نمیکشه که در پوزش بزنه، حکم فتوای کفر و فلانی را نمیته برش، حکم مرگ برش نمیته. دلت که در ارائینی هستی به من چی؟ در روز آخرت من میرم به دوزخ، نه؟ تو خو نمیری. پس دیگه چی نیازی که تو مرا به خاطر این انتخاب دوزخی که کردیم تو سرم خارستی؟ چرا؟ اونهایی که برای ما وعده بهشت میتن این دنیا را برمان دوزخ میسازن. اونهایی که برای من وعده بهشت میتن این دنیا را، اینی آدم سل کنین اینی آدم این تو بیغم کردم. مدیراتور نداشتن خوبیش همیسته که سعی میکنی اون آدمی را که میفهمی که اونو آدم باید ضرری مضریت میکنه اونمو رو بلاک میکنی. بلاک به خاطر ازی میکنی که دیگه خود او را از شر خود خلاص میکنی که دیگه تو را نبینه، احساساتی نشه. فهمیدین دوستای ارجمند؟ تقدس گرایی در جوامع مدرن تا جوامع، ببینین شما هر قدر به طرف غلظت مقدسیت پیش میرین کشورها عقب مونده هستن. بسیار ببخشید که من حالا من براتانی را مثال شمیتم با مثال واضح میسازم. پیشتر من در رقیق بودن مقدسیت صحبت کردم. مقدس گرایی یعنی چی؟ مقدس گرایی یعنی این که من ایمان دارم و باور دارم 2024 سال پیش مردی به نام عیسی ظهور کرد، مرده ها را زنده می کرد، بیمارها را شفا می داد و در صحنه اخیر که به صلیب کشیدنش با جسم خود به آسمان پرواز کرد و بعد چند روز دوباره از آسمان به زمین آمد و چند حرفی را برای حواریون و برای رهروان خود گفت و دوباره به آسمان رفت. اینی رو میگن یک داستان تقدس. این شاخه تقدسی در درون قلبشان حک شده است. یک طبقه دیگری از مردم به نام حضرت پیامبر حضرت محمد ظهور کرد، سواد خواندن و نوشتن یاد نداشت، به غار کوی رجعت کرد، ملائکه برایش آمد و برش گفت بخوان و بعد از خواندن حرفایی زد که شاعران دوره آن زمان نمیتوانستند بگویند و در یک شبی از خانه خودش در یک جانوری به نام براق از اینجا به یک نقطه دیگه به بیت المقدس و از بیت المقدس مستقیم به پیش حضرت خداوند بزرگ رجعت میکنه و در نیمه راه ملائک برش میگن که دیگه ما نمیتونیم بالا بریم چون بالهای من میسوزه و بعد خودش میره در بالا و با خداوند ملاقات میکنه و این ملاقات چندین سال در بر میگیره و دوباره پس با همان جانور به سمت زمین میآید و وقتی که در خانه دوباره داخل میشه از خانمش عایشه صدیقه روایت است که زمان پیامبر رفت دوباره آمده بود گرمای تنش در روی بسترش حس میشد. یک جماعت میلیاردی نفر به اینمی مسئله ایمان دارن. این چی میگن؟ تقدس گرایی. این حرکت مقدس است. اینا رو شما فکر بکنین که ما بالای مسئله، بالای موضوع یا هم چیز دیگر
شبی بیرون میشه حضرت پیامبر و برای آنانی که ایمان نمی آورند میگه که ببینین که من این مهتاب به 2 بخش تقسیم میکنم. مهتاب در یک حرکت نیم مهتاب میره اون طرف، نیم مهتاب میای این طرف و دوباره این مهتاب 2 نیم شده را با هم دیگر وصل میکنه. اینی یک جز مقدسیات است. یک عده مردم این حادثه در قلبشان حق شده، هر چی بگویی قبول نمیکنن. این را میگن تقدس های دین. دین با یک چیز میآید برای ما، با یک شیوه مقدسیت. وقتی هر حرکتی تقدس برای خودش گرفت، سوالیه ها را میکشه، سوالیه ها کشته میشن. هر قدری که تقدس بیشتر باشه، تقدس، سوالیه ها میمرن. ساینس چیست؟ ساینس یک بستری است برای تحول سوالیه ها. ساینس یک زمین پرباری است که در اون زمین درخت های سوالیه سر میکشن، زود رشد میکنن. ساینس وقتی میگی که هر عمل یک عکس العمل داره، یا قانون نیوتن و توسط این قانون که هر کنش یک واکنش داره و توسط این شما میتونین تیاره را پرواز بتین و اینی جمع اینی به طاقت اینی مساوی به اینی میشه. در هر بندش میتونی سوال کنی چرا اینی جمع اینی مساوی به اینی میشه؟ چرا 2 جمع 2 مساوی به 4 میشه؟ چرا 3 جمع 1 مساوی به 4 میشه؟ اینا هر لحظه ازی، هر بند ازی که سوال میکنی پاسخ داره، سوال میکنی پاسخ داره، سوال میکنی پاسخ داره. اما وقتی شما در امور دین میایین، اینجا سوال ها پاسخ ندارن. اگر شما سوالی را پاسخ، اگر شما برای پنداری سوال بکنین، به مرگ موجب میشه، میکشنتان. شما اگر پرسان بکنین که بزرگوار اسپیس ایکس به تازگی میتونه که پرواز بکنه و شما وقتی که از جو زمین بیرون میبرین مشکلی نیست. شما هر زمانی که یک جسم اجنبی ولو با جرم بسیار بالا، ولو با حجم بسیار سنگین، هر جسم اجنبی که به سرعت‌های مختلفی وارد جو زمین میشه و میخواه که اتمسفر زمین بدرانه وارد زمین شوه، ای از دست سرعت و فشار اتمسفر استحکاک قدرتمند به وجود میاره که هر نوع جسم به شعله‌های آتش مبدل میکنه. شما اجرام سماوی را اگر دیده باشین، اونمو اجرام سماوی، اونمو سنگ هایی است که ما شبها با آسمان های بسیار آرام و آسمان های بسیار آبی را میبینیم که بعضی از سنگ های شاب سنگ و بسیار یک سرعت قوی میگذره، آتش است و آتشش خاموش میشه و این در بعضی جایها سقوط میکنه. این اجرام دیدن، او لحظه که وارد زمین میشه بسیار بزرگ است، توسط این آتش از بین میره. و همچنان وقتی که کسانی که از بالا از جو زمین یا از ایستگاه فضایی دوباره به زمین میاین، کپسول های اینا در میگیرن. شما تمام فضانوردار دیدین که کپسول های خردی است که بعد یک مدتی با یک فراشوت بسیار بزرگی به زمین میخورن و کلن آتش گرفتن اینا و ایره با چندین لایه های میسازن که این لایه ها در برابر آتش حفاظت بکنن. ساینس میگه از جو زمین برای اکسیژن برای تنفس نیست. ساینس میگه از جو زمین برای دیگر اکسیژن برای تنفس نیست و گراویتی را از دست میدی، جاذبه دیگه نیست. تو در آسمان معلق میمونی. اگر سر چیز سوار باشی او هم معلق میشه، تو هم معلق میشی. جاذبه به 0 تقرب میکنه. ساینس میگه که به مجرد برآمدن از جو زمین دیگه تمام قوانین طبیعتی که تو در درون زمین بودی اینا به پایان میرسن. تو با قوانین طبیعت دیگری روبرو میشی.
ساینس اینا رو میگه و بعد برد اثبات میکنه. میگه نه بالای جو زمین یک فضا نیست. میگه خیلی نیست. شما برین در ایستگاه فضایی ببینین مردم چگونه زندگی میکنن. میگن که وقتی وارد جو زمین شوین کپسول ها آتش نمیگیرن. برای شما کل ویدیوها وجود داره که کپسول ها آتش میگیرن وقتی به جو زمین قرار بگیرن. تو در هر حرکت ساینس میتونی سوال کنی، هر چیزش به چالش بکشی، اما در دین نمیتونی. حضرت پیامبر اکرم با دلدل به 7 آسمان پرواز کرد. ما تا به امروز تنها یک آسمان میدانیم و قانون طبیعی یک آسمان میدانیم که اگر از بالای اتمسفر برای به اون طرف اکسیژن برای تنفس نیست، یک معلق در عوامل 2 گریویتی یا جاذبه زمین از بین میره 3 و 10 چیز دیگر و دوباره از آن فضا به این داخل که بیایی این موضوعات به وجود میه. دین میگه که این انجام میپذیره، تو مجبوری که بپذیری. ختم. در میان پیامبران جهان 2 پیامبر با آسمان ها پرواز کردن و رفتن و آمدن. 2 پیامبر پرواز کرده به بالاهای آسمان رفته و آمده. پیامبر اول ما حضرت عیسی است که پرواز کرد و یک بار پرواز کرد رفت، چند روز نبود باز پس آمد، باز پس رفت. یک پیامبر اکرم اسلام است که یک شبه خیست پرواز کرد رفت، از حضرت عیسی کرده بالا، باز پس آمد. اینیست. اینا برای شما یک چیزی به نام نگرش ساینس میگه که این رفت و پس آمد، باز رفت باز آمد. یک دفعه خو رفت حضرت عیسی، یک دفعه رفت، یک چند روزم نبود، بعد از چند روز باز آمد، یک چند روزی جا بود با پس رفت. این 3 بار رفت آمد. حضرت عیسی فرقش همی بود که خودش می رفت و می آمد و می رفت. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با دلدل می رفت. یک حیوانی که از اسب کرده خردتر و از خر کرده بزرگتر، از اسب کرده خردتر، از خر کرده بزرگتر و بالدار. با این رفتن بزرگوار صاحب به معراج و برگشتن. اینی را شما که پروفسور جان استفن آوکینگز، انشتین بزرگ و صدها پروفسور فیزیک فضایی را بشانی و گپ بزنن و بگوین که این را ساینس نمیپذیره، تمام این پروفسورها را یک آدمی که جز 4 کتاب زرد صفات زرد قصه خانی پشاور خوانده، جز این که این 4 نفره از جمله انسانهای بسیار نفهم، از جمله انسانهای بی‌معنا، از جمله انسانهای راه گم کرده، از جمله انسانهای دوزخی دیگه چیزی معرفیشون نمیکنه. چی این انرژی را میتبری آدم؟ این اعتماد به نفس از کجا میآید؟ این اعتماد به نفس از یک تقدسی میآید که نسل اندر نسل تکرار شده رفته و در هر نسل تکرار شده و شدید شده رفته. مثل چی میمونه؟ این تقدسی که برای ما از 1400 سال پیش تا به امروز میآید، مثل این میمونه که در خورترکی اگر یادتان باشه ما یک کلولگک برف میگرفتیم، باز آرام 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 بالاخره به یک انبوی از برف تبدیل میشد. تقدس هم اینمت میآید، اونمت میآید و نسل در نسل همت کلان شده کلان شده کلان شده کلان شده کلان شده برای موت میرسه. و ما همه چیز
برای من در تقدس. بعد از این چیست؟ چون اینجا ببینین یک ایده قدرتمندی مقدسگرایی و تسلیمیت به مقدسگرایی است و در این میان شما در یک چیز گیر کردین. فلانی نفر اینو تو فلانی کار میکرد و امروز مرده و قبر از او هم بسیار شکوه داره و مریضی را تداوی میکنه و فلانی را چی میکنه و بسم داری میکنه. برگرفته است مقدسیات هایی که تو احساس میکنی که اگای این تو. آره من براتون یک گپ میزنم. شما وقتی که میای از این طرف از سمت اروپا که ما دیگه کشورها رو ندیدیم، در سمت اروپا تقدس رقیق است، بسیار رقیق است. شما همه تو آرام آرام میرین به سمت کشورهایی که مقدس بودن بسیار غلیظ است، مقدسیت بسیار غلیظ است. در این کشورهایی که مقدسیت بسیار غلیظ است عقب مانده ترین کشورهای جهانند، کشورهای عقب مانده هستند. افغانستان تقدس حرف اول میزنه. همه چیزی تو دین است، همه چیز دین است. فکر دین است، اندیشه دین است، دید دین است، همه چیز دین است. دین همه چیز نیست، همه چیز نیست. یک بخش بزرگ زندگی است اما همه چیز نیست. بناهن موضوعی توست که بخوای نخوای انسان ها با دو چارچ زاده میشن، نر و مادر. دخترها و بچه ها در جوانی بخوای نخوای طرف هم دیگر میبینن، در سرشتشان نشته است. شما فکر کنین یک بچه 18 ساله هستین و در سرک میگذارین، همسن سالت یک دختر 18 ساله هم میگذارن. در دیتابیس تو و او نشته است که هم دیگر خدا ببینین. اگر در دیتابیس او تو نشته نباشه که هم دیگر خدا ببینین، بقای نسل به پایان میرسه. اون نگاهی هست که تو به طرف و طرف به تو میبینه. تو برای او شهوت برانگیزی و او برای تو، و این دو شهوت برانگیزانگی با هم یکی میشن و بقا پیدا میکنن نسل. اینال کتمان کردن همیشگی یک چیز. شما یک طبقه را بخی کتمان میکنین، باید هیچ دیده نشن، هیچ دیده نشن. این طبیعت ایتو نیست، هیچ نباید دیده شون. این بسیار اشتباه است. در همون مکانهایی که هیچ دیده نشن بسیار فساد است از مکانهایی که دیده شون کرده. شما هر قدر بندیز وارد میکنین به مو اندازه اوضاعهای دیگه ایجاد میشه. آب هر قدر که فشار میتین شدت پیدا میکنه. من یک دوست نلدوان داشتم، میگفت در هر 10 متری باید در هر متر 1 سانتی نل آبی که به زمین شما تداومش میتین در هر متر 1 سانتی باید میلان پیدا کنه، میلان پیدا کنه، میلان پیدا کنه. به خاطر که آب در درون اون قفسی که نگاهش کردی راه فرار میافه و ای بر سرعت میده. وقتی هر چیز تو در یک فشار نگاه میکنی، این فشار منجر به این میشه که متلاشی شود. اینال دوستای عزیز، وقتی سر هر چیز
دین حرف میزنه سری هر چیز، هر گپ، هر اندیشی، دین حرف اول میزنه. در هند من زندگی کردم 3 سال. هند یک کشور شدید دارای اختلافات طبقاتی است. شما در یگانه کشوری که اختلافات طبقاتی را با گوشت پوست لمس میکنین هند است. با گوشت پوست که لمس میکنین هند است. طبقه اول فقیرترین، بینانترین، بی خانمانترین، بی امکاناتترین، روی سرک خواب کن، مذهبی ترین طبقه هند تشکیل میده. مذهبی ترین طبقه است. گوه میبینم میبوسه، هزاران کار میکنه. ساعتها منتظر اونو کاکایی که کاملا برهنه است. یک طبقه از اونا رو ما دیدیم هیچ لباس ندارن و تئوری بینش دینیشان است که ما از طرف خدا برهنه آمدیم، در این دنیا برهنه زندگی میکنیم و از این دنیا برهنه میریم. اما منتقدان عرفانی از اونا میگن نه، گپ اصلا عرفانیش ایست. ما از آن دنیا برهنه آمدیم، برهنه از طمع دنیا، باید برهنه از طمع دنیا بریم. برهنگی فیزیک نه، این که به طمع نداشته باشی به دنیا. خوب بازو یک بخش بسیار بزرگی است. امی طبقه مردم ها روزا به سختی کار میکنن، بسیار به مشکلات، و بعد از او هر صبح باید 3 لیتر شیر در یک سطلک بگیرن و برن در اونو مندری که سر از او مندر به لیترهای شیر نه، شاید به تنهای شیر در هر صبح بریزه. و در حالی که اینمی خانواده بدبختی که این شیر میبره برای آن مندر، کودکش نیاز داره که شیر بخوره، خودش نیاز داره که می صبحی یک شیر با هم جور کنن با نان بخورن، نیاز دارن. این کار نمیکنه، صبحی هم اونجا حاضر است. بعد چی میشه این شیر؟ یک سنگ سیاه هست و او آدم میای سرش انداخته میره و تمام این شیر میدره یک جوی و جاری میشه و حیف میشه. یعنی یگانه کشوری که در هر بامداد به هزارات تن شیر حیف میشه این است. کسانی این شیر میارن برای حیف شدن که خودشان و خانواده هایشان شدیدترین نیاز به شیر دارن. عمده‌ترین بخشی که اینا در بیمارستان ها یا در شفاخانه ها که میبرنشان، یک مشکل رنج میبرن، مشکل پوکی استخوان. چون اونجا مذهب اجازه ندادش که گوشت بخوره، باید تنها سبزی بخوره و یک اجازه داره که شیر بخوره. این شیر میتونه استخوان یک اندازه قوی کنه و این شیر باید ببرده اونجا و نمیخورش، میبرش اونجا. اینی مشکل است. اینی رو میگن تقدس. طبقه دومی که در هند زندگی میکنه طبقه متوسط. اینا یک کمکی مذهب، یک کمکی سرد گرفتن. بسیار ببخشین، یک کمی سرد گرفتن. فرضاً شما با یک سک روبرو میشین که دیگه اون سر خود در اون گرمای هند نمیبنده. اما طبقه سوم، اونایی که کارفرمایان هند هستن، اونایی که تجارت پیشه های هند هستن، اونایی که آمیرین هند هستن، اونایی که اقتصاد هند بزرگ تامین میکنن، اصلا اونا باک به این گپا ندارن. دو طبقه که میرین تقدس رقیق است و در این طبقه میاین بسیار غلیظ. بنان ما به این عقیده میرسم دوستای عزیز، جهان جهانی است که دیگه میخواه آزادانه بره به پیش. جهان جهانی است که برای یک ترانسفورمیشن کار میکنه.
جهان آبستن انقلاب‌های وحشتناکی است. بر یک ترانسفرمیشن کار میکنه که آیا ما میتونیم تمام این حسیات یک انسان منتقل کنیم در وجود یک ربات. چیزی که از ایلان ماسک میپرسه میگه بله با خونسردی بله کار میشه. شما متوجه یک موضوع هستین دوستا، 5 سال بعد دیگه قصه بسیار چیزا مفت است. 5 سال بعد دیگه قصه زیاد چیزا مفت است. این عظمت سینمای هالیوود و این عظمت سینمای بالیوود تا 5 سال دیگه هیچ میشه. شما داستانها را به هوش مصنوعی میتین قوی تر از اینها فیلم میسازه براتون، طبیعی تر از اینها فیلم میسازه. هیچ نیازی نیست که شما به خاطر یک فیلم میلیون ها دلار مصرف کنید. جهان اختصار شده میره و تنها در بعضی از مناطق برای از بین رفتن نفوذهایی که تسلیم جهان مدرن نمیشن جنگ تداوم پیدا میکنه. سوریه را خو میبینین نه؟ ما ویدیوهایشو رو میبینیم. یک نفر محکم گرفته، ای اسیر هم الله اکبر میگه، او نفری که اسیر گرفته او هم الله اکبر گفته روان است. ای عکس بشار اسد پارا میکنه الله اکبر میگه، او عکس مچ فلانی را پارا میکنه الله اکبر. اینمی اینا در این جا هم یک تقدس جا گرفته که او را بکش، اونجا یک تقدس جا گرفته ای را بکش، خلاص به خلاص اینم ادامه داره. اینا شما چه فکر کنین که زمان سربازگیری و اسکرگیری از چنین اوضاعی بیشتر میشه، خب نفری که تصمیم داره که گرویده یک فکر شوه که برای کشته شوه خب میموره دیگه. حالا یک تعداد از ویدیوهای تازه برآمده، بعضی از بچه هایی که با تأسف و درد که متعلق به وطن ما هستن، من نام قومی خودشان نمیگیرم، بچه های زیری سن 18 و 17 لباسک های نظامی در جانشون، خودی بچه هم که بچه‌ای که بچه دیگه میال میچله سلاح رو پوشیده که ما از کدام جای هست میریم دفاع میکنیم که کدام قبری را کدام کاری نکنن. یونو تو کافر مطلق و مچین فلانی بسم داریم، ما از زبان همی دوستان شنیدیم که مرا میگن خب اول لالا تو صاحب دین ما هستی؟ نه نیستی. خب اگه من به این بینش باشم تو مرا چی میگی؟ دورم میدی؟ میتونی؟ نه. مرا دور داده میتونی؟ هرگز. من معتقد به پرواز عیسی و پرواز محمد نباشم، خدای نخواسته zum Beispiel. من معتقد به پرواز عیسی و محمد نباشم، خدای نخواسته. تو مرا که بکشی من نیستم دیگه، اینمو نیستم معتقد به مو بکشی من مونمو تستم. اینا رو من خدمت دوستان و ارجمندان و گرامیان گپی که میزنم تو خدا پارام کنی. من نمیفهم چرا یک نفر یک سوال دینی میکنه، یک جماعت وحشتناک احساساتی که بیادر گل باید بمره، ای کثیف هستی فلانه هستی مرتد هستی زندیق هستی فلانه هستی بسم الله. چرا برادر؟ به تو چی؟ به تو چی که ما خلاصه این یک جمله خلاصه ما براتون بگویم، بسیار خلاصه. این جملات من منجر به ارتداد من میشه. به دید تو من مرتد میشم. مرتد شدم چی میشه؟ از دایره دین خارج میشم. خب بعد از او چی میشه؟ بعد از او روز قیامت میآید. روز قیامت چی میشه؟ من در دوزخ میسوزم. خود را چی؟ به تو چی؟
اون نفر نشته که به نام کورش باید کشته شوی. چرا کشته شوم؟ 8 میلیارد نفر در جهان زندگی میکنن. این 8 میلیارد نفر به میلیون ها دین دارن. چرا من کشته شوم؟ با این دیدگاهیم چرا کشته شوم؟ ما خودم کفری نگفتیم. ما تنها آمدیم گفتیم که دوستی عزیز، ما به نام من یک چیزی به نام مقدسیت در افغانستان خرابم کرده. من امروز به یقید هستم، مسلمانم می باشم، با یک زن مسلمان در یک دفترم کار می کنم، زیر دست یک زن مسلمان آمرم باشه کار می کنم، در یک طیاره که یک زن پیلوتش باشه پرواز می کنم، در یک شفاخانه که یک زن عملیات میکنه عملیات میشم، در یک بلاکی که صاحبش یک زن باشه کرا میگیرم زندگی میکنم، و یک تلویزیونی را که گردانندهش یک زن است میبینم، و یک آهنگی را که آوازخوانش یک زن است میشنوم، و مسلمانم هستم. این چی مشکل داره؟ امی دین چی مشکل داره؟ مشکل امی دین چیست؟ این امی دینی را که من دارم. اینا چرا من کشته شوم؟ لالا تا ساعت 12 بجه شاید فکر کنم که من نتانم دوستا رو بالا بیارم که گفته 2 روزت 3 روز شوه. امروز دیگه اینه 12 بجه شوه 3 روز میشه، باز من چی میکنم؟ یعنی چی مشکل برای من ایجاد میکنه؟ وقتی که این نوع چیزی که باشه مشکل در کجاست؟ من علاقه دارم در ساعت رخصتی یک مکتب نسوان صنف 12 از یک کوچه بگذارم که تمام سرک دختر مکتبی گرفته باشه و به احترام اونا که موتر بدوانم خاک باد نکنه ایستاد باشم و با گذشتن هر کدامشان بگویم زنده باد آزادی، زنده باد آبادی. شما فکر کنین قلمرو دینی که مکتب دخترانیش رخصتی نداره، در هر ساعت 12 بجه جهان مکاتب رخصت میشن، دخترها و بچه ها از مکاتب طرف خانه می آین و در یک سرزمینی که در قلمرو یک دینی است که هیچ مکتبش باز نمیشه. در قلمرو یک دیگری بجز از دین افغانستان من جبران باید دختر خانه تا ببری که درس بخونه. جبران تو میتونی که در یک از کشورهای اروپایی یا امریکایی یا استرالیایی دختر تا مکتب نبری پوزت میده میکنن. جبران باید ببریش. اینا رو من به این عقیده هستم هر دینی که قلمروی هر دینی که دروازه های دانش بروی هر جنسش باز است دین مکمل است. آنها من باید به بعضی چیزای آینی معتقد شده برم که ولی اینی که بستش تا به خیر ماست دینمو تو گفته، فلانی بستش تا دین
یک بار خودتان فکر کنین.